5 دقیقه من جنبندی دارم، عالی گوش کنید. تمام بحثام این طرف، این 5 دقیقه طرف. ببخشید ازتون معذرت خواهی میکنم. من میخوام مدیریت ذهن رو به اونایی بگم که به من میگن دکتر این حرفا که گفتی چه به درد ما خورد، ما داغونیم، خسته‌ایم، بریدیم. اونا که اومدن میگن فلانی واقعا ذهنمون خسته است، اونا چیکار کنن؟ هیچ وقت زندگی تو مقایسه نکن. خدا عقل میده پول نمیده، پول میده عقل نمیده، عقل و پول رو با هم میده بچه نمیده. عقل و پول رو میده بچه رو میده، مادر سرطان خون میگیره. عقل و پول رو میده بچه رو میده، مادر سرطان نمیگیره، خواهر طلاق میگیره. یه جای زندگی همه میلنگه. لقد خلقنا الانسان فی کبد ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اینقدر زندگی تو مقایسه نکن با من. حدیث داریم که میگه باطن زندگیتان را با ظاهر زندگی دیگران عوض نکنید. بهترین جای خودت. وقتی زندگی تو مقایسه میکنی از خدا چیزی میخوای شاید به دردت نخوره. میگه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. از خدا چیز خاصی اومد تو زندگی، ای کاش نمیومد. تحبوا شيئا وهو شر لكم. 13 سال در خونه خدا زجه زد، گفت خدا بچه میخوام. خدا ای کاش نمیگفت. اینقدر التماس کرد بچه نداد، آخر گفت خدا ظالمه. چرا همه بچه دارن من ندارم؟ چرا من نازا باشم؟ این زن میگفت به صورت معجزه‌آسا پسر خدا بهش داد. ای کاش نمیداد، چون قرار نبود پسر دار بشه. زوری گرفت. الدعاء يرد القضاء ولو ابرام زوری گرفت. پسر شد 17 ساله، یه پسر ناخلف لاابالی بی‌قید توی دعوای خانوادگی باباشو با قمه کشت. زوری نگیر بعضی چیزا رو. والله یعلم. برای چی ما یاد دادن بگیم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد؟ چقدر آدم برای مهاجرت زور زد، اومد فکر میکرد چه خبره، شد شر لکم. برعکسش چقدر اومد اولش خوشش نمیاد، شد هو خیر لکم. پیشرفت کرد، زندگیش از این رو به اون رو شد. ببین پس ما نمیدونیم خیلی از مباحث رو بسپاریم. بعضی وقتا توکل توسل مفهوم پیدا میکنه. فرصت نیست، من اینا رو تمام ان شاء الله جلسه مفصل اینا رو صحبت میکنیم چه بکنیم آرامش پیدا کنیم. همین بحثا رو شنیدی، حالا حرف آخر. حالا میخوای آروم بشی، یادت باشه خیلی از مشکلات انسان قر نزن، به هم نریز، مقایسه نکن، قضاوت نکن، برای رشد انسانه. خدا به بنده هاش میگه یه توپ دارم قلقلیه، بنده ها مثل توپ قلقلی هن، سرخ و سفید و آبیه. از هر فرهنگ و نژادم آفریدم، بخوام کسی رو بالا ببرم، عزیز بکنم، مقام بدم، یه فرمول بیشتر ندارم. خدا چی کار میکنی؟ میزنم زمین، هوا میره، نمیدونی تا کجا میره. به شرط که کم نیاره، محکم وایسه. یوسف رو یواش زد زمین، یوسف رفت ته چاه، یوسف هیچی نگفت، شد عزیز مصر. حسین رو محکم تر زد زمین، چون جلو چشش بچهش تیکه تیکه شد. حسین نگفت چرا من، گفت رزم به رزاک، شد عزیز عالم. حسین کم نیورد، عزت گرفت. آی شیعه کم نیار، محکم وایسا. تو حسین رو داری. آدمان که محکم وای میسن عزیز میشن. وقتی میخوری زمین تازه آسمونی میشی. برای آسمون زندگی کن، زمین هیچ خبری نیست. میخوای محکم بشی، میخوری زمین آسمونی میشی. یه قاب وردار توی خونتون، همین امشب روش نوشته باشه السلام علیک یا فاطمه الزهرا. یه گوشه خونتون بچسبون، به هیچ کم نگو داری چی کار میکنی. نگفتم پرچم، گفتم قاب. بعد نیت کن بسم الله الرحمن الرحیم. خانم جان شما حرم نداری، از امشب خونه من حرم شماست. هر کاری میکنی بهش قزازه ها. ببین چقدر آروم میشی. بعضی وقتا باید آسمون درست کنی. بابا بودایی میگه کارما، میگه هر کاری میکنی بهت برمیگرده. اون وقت من و تو که شیعه ایم، این همه آسمون داریم، بلد نیستیم آسمونی زندگی کنیم. جارو میکنی به عشق حرم، ظرف میشوری به عشق حرم، نماز میخونی به عشق حرم، هر کار میکنی به عشق حرم. خونه که بشه حرم از زهرا، یک کسی این تو خونه زیاد میاد، اونم صاحب از زمانه، چون عاشق حرم مادرش. منم دعای آخرم این میخواد باشه. بعضیا میگن آقا ببینمت، آقا جان ببینمت. من این دعا رو نمیخوام بگم، من یه دعای دیگه میخوام بگم. چون شنیدم شمر حسین را دید، قاتل حسین شد. من میخوام بگم آقا ما رو ببین، تو ما رو ببین. چون حسین هر را دید، هر منقلب شد. دیدن من کاری نمیکنه، ولی دیدن تو معجزه میکنه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی
به ما کنند متى ترانا و نراک اللهم عجل لولیک الفرج. سلامت.